بیا 2 هفته است رنگ آسمون رو ندیدیم. داریم دیوونه میشیم. شکست خفتبار جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه. عزما کجای عزما؟ بستری ازش نیست کاظم. فکر نکنم اینجا باشه. همینجا ازش، من میدونم. این عمقش زیاد معلوم نمیکنه. باید پیداش کنیم، بهش بگیم آتش بس شده. عزما کجای عزما؟ بیا بیرون، تو رو کار ندارن. یواشتر کاظم، چقدر سر و صدا میکنی؟ پهپاد جامونو پیدا میکنه. فعلا کار ندارن. اینا حرفشون حرفه. پیداش کردیم. فکر کنم همینجاست. کاش برای کندن اینجا نیرو میآوردیم. آوردم دیگه. محسن بیا، محسن این بیل بردار بیار. محسن کیه؟ محسن رضایی دیگه. بیکار بود، بهش گفتم بیاد ما رو کمک کنه. یکم اینو دست میگیریم میخندیم. اینو چرا آوردی اینجا؟ این فرمانده سپاهه. ردشو میزنن رو سرش بم میندازن. ما هم میمیریم. اینو میزنن. این رو نوک برج میلاد هم بجینه کارش نداره. حسین اینجا رو بگیر بکن بسر، دست بگیر بسر، وقت نداری. بارش کرد. دیگه خاموشش کن. 2 هفته است رنگ آسمون رو ندیدیم. داریم دیوونه میشیم. و تو نشستی اینجا سیخی میزنی، گاو و گوسفند تماشا میکنی. خب میگی چیکار کنم؟ برم بیرون منو بزنن خیالت راحت میشه؟ این همه مف خوردید خوابیدید، حالا 2 روز سختی بکشید چی میشه؟ به جای قو زدن برو یکم میوه بیار، گلوم خوش شد. میوه کجا بود؟ فقط کامپوت داریم. ای پسر، برو یه کامپوت گیلاس برای بابا بزرگ بیار، بخوره قوی بشه، دشمن شکست بده. این چرا هنوز حرف نمیزنه؟ 6 سالش شده. از وقتی که به دنیا آمده به جز ما کسی رو ندیده. طبیعیه که دیر حرف بزنه. من برم ببینم چی پیدا میشه بدم کوف کنی. بی ادب. ببینم پسر، یه چیزی بگو بفهمیم، لااقل زبون داری. 4 سال دیگه باید ازدواج کنی. بگو بابا بزرگ قربونش بره، بگو. تنگ فش فشه. خامنه ای کسکشه. چی گفتی؟ ای بی ادب. کی بهت یاد داده اینو بگی؟ تو که زبون نداشتی. منصوره کجایی؟ بیا ببین این نبات چی گفته. یا جمعش کن. باز چی شده؟ تو که گفتی این حرف نمیزنه. به من فوش ناموسی داد. از بس کشیدی توهم زدی. این بچه که حرف نمیزنه. بهش بگو چی گفتی. بچه‌ام. دیوونه شدی؟ این که طرز حرف زدن با بچه است. این بچه است. این هممونو درس میده. معلوم نیست به کی رفته که انقدر مرموز شده. ببرش اینو. نمیخوام ببینمش. بیا بریم. بابا بزرگ دیوونه شده. خدا آقا بچه ما رو به خیر کنه. هر چی زده بودم پرید. تریاکم داره تموم میشه. نمیدونم چه خاکی رو سرم بریزم. بهت گفتم کاظم اینجا نیست. هستش بابا، یه لحظه ایست کن. بیا موت. بیا ها این چیه؟ تریاکه. این بوی تریاکو بگیره میاد بالا. بیا ای اومد. باز چی گفتم درو؟ عزما منم کاظم. کجایی 2 ساعت داریم تو رو صدا میزنیم؟ کاظم تویی؟ این مسخره بازیه چیه؟ بدش من اونو. ایست کن آقا. عزما جان خبرای مهمی داری. جنگ تموم شده. آتش‌بس رو تحمیل کردیم به دشمن. دروغ میگی؟ به جان بچم راست میگه. ای وای این چیه؟ این ریزپرنده دشمنه، کار نداره. نه ترس عزما، با ما کاری نداره. من واسه حفاری اینجا مجوز گرفتم. کار درست عباس. عزما کجایی؟ یا این پایین تعریف کنی. اینجا امن نیست. خب بگید ببینم چگونه بر دشمن غلبه کردیم؟ حریم هوایی دشمن در دست ماست. الان هر جا رو اراده کنیم میتونیم بزنیم. احسنت. 10 تا F-35 اینا رو هوا زدیم. 20 تا خلبان زن رو اسیر کردیم. میخوام بیاریم اینجا کنیزی بکنن. نقطه زنی کردیم، نزدیک 40-50 تا فرمانده ارشد اینا رو زدیم. بیبی رفت تو سوراخ موش، عزیزم معلوم نیست کجاه. این که اسمش آتش‌بس نیست. این اسمش پیروزیه. کی این جنگ فرماندهی کرد که به چنین پیروزی دست یافتیم؟ اول شما بعدن خدا. احسنت. خب پس این تلویزیون رو روشن کنید ببینیم این شبکه‌های معاند درباره این شکست خفتبار دشمن چی میگن. عزما تلویزیون چرا ببینی؟ ما داریم بهت میگیم دیگه. لازم نکرده. روشنش کن. میخوام از زبان رسانه‌های بیگانه این خفت رژیم صهیونیستی رو ببینم. شکست خفتبار جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه. نابودی پایگاه‌های نظامی و هسته‌ای خبر از روزهای سختی برای خامنه‌ای می‌دهد. با گذشت 10 روز از آتش‌بس هنوز خبری از رهبر جمهوری اسلامی ملقب به موشلی نشده. بی من گفت موشلی؟ طبق گفته یک منبع موثق، رهبر گندگوز منطقه که حالا مثل موش 200 متر زیر زمین پنهان شده
بیشتر از 3 هفته است که رنگ آفتاب را ندیده است. بعد از حذف بیش از 50 فرمانده ارشد سپاه، حالا پهپادهای اسرائیلی به دنبال رهبر مفلوک جمهوری اسلامی هستند تا او را شکار کنند. این چی داره میگه؟ شما که گفتیم ما پیروز شدیم. اینا دارن مال صحنه‌سازی میکنن عثمان. ببین ما تو رو چی میگیم همون درسته. جان من راست میگی؟ بله عظما، ما که به دروغ نمیگیم. تصاویر منتشر شده توسط گروه هکری مار خزنده از ساختمان وزارت خارجه نشان می‌دهد اختلافات در حلقه خودی‌های نظام بالا گرفته. در یکی از این فیلم‌ها که عباس عراقچی در حال صحبت با کاظم غریب‌آبادی هست، صدای عباس عراقچی به وضوح به گوش می‌رسد که مجتبی خامنه‌ای را دلغک خطاب می‌کند و کاظم غریب‌آبادی هم بعد از تایید حرف عراقچی، مجتبی را گلکته به معنی موش کوچک یا موش‌زاده‌ای معرفی می‌کند که حتی ارزش فکر کردن بهشان ندارد. این مشتبه دلغک رفته باش تو سوراخ قایم شده. میترسم یهو بگه من همه کارم، از من باید دستور بگیرید. نه بابا این گلگوتر کی آدم حساب میکنه؟ اینا دیگه خانوادگی باید همونجا دفن بشن. به پسر من میگه دلغک؟ نه عظما جان، اینو دستکاری کردم فیلمو. آقا اینا با هوش مصنوعی درست کردن فیلم‌ها رو. به جان بچه‌م من اینو نگفتم. 2 ساعت نشستین اینجا دارین چرندیات به خوردن میدین. همه رو زدن نفله کردن. هیچی برامون باقی نمونده. کدوم پیروزی؟ اینا دارن دروغ میگن. من میدونم اینا زیر سر کیه. جاسوس رو پیدا کردین؟ شمخونی مشکوک میزن عثمان. شمخانی که نفله شده بود. شنیده بودم 2 تا پاهاش قطع شده. نه بابا. مردی مثل میمون این ور اون ور میپره. یه خط روش نیافتاد مگه میشه؟ اینجور بمب بزنن بعد تو صورتت یه خش نیفته؟ مشکوک آقا. چقدر جاسوس زیاد شده. آدرس منو که بهش ندادی. نه عظما، فقط ما میدونیم کجا پنهان شدی. پنهان چیه؟ بنده در اتاق استوانه‌ای زیرزمینی در حال بررسی و فرماندهی جنگ هستم. اگر دستورات بنده نبود که شما شکست می‌خوردید. الانم برید، من باید تنها باشم با عالم بالا ارتباط بگیرم ببینم دستور چیه. نماز میت کی بخونه؟ این همه فرمانده شهید شدن. فعلا خارج شدن بنده از اینجا به صلاح نظام نیست. اگه بخواین میتونم یه مجوز 2 ساعته خروج برای شما بگیرم. نه خیر، لازم نکردید. فعلا مقوای بنده رو ببرید کفایت میکنه. از سرشونم زیادی. خب من برم فرمانده و مشاور جدیدم رو بیارم معرفی کنم بهتون. فرمانده جدید گرفتی عثمان؟ آره، بعد از سلامی هیچی دیگه نمونده باقی. اون رفت و منو کاش تو این تونل تنگ عقاقی. شما برید تو اتاق فرار اضطراری، بنده میام اونجا. حواست باشه توسی، هرچی ازت پرسیدن میگی هرچی آقا بگیه. اون کاظم دستکش خیلی فضوله، مواظب باش سوتی ندی جلوش. عظما جان، اگر فقط هرچی شما بگید پس من اینجا مسئولیتم چیه؟ یادت رفته مسئولیت اصلی چیه؟ کردمت مشاور جوگیر شدی؟ خودم شب بهت میگم مسئولیت چیه. خب اینم از فرمانده و مشاور جدیدم، سردار همیشه پاسدار حاج سعید توسی. سلام علیکم. توسی رگردی فرمانده؟ این چه میدونه سیاست چیه؟ اتفاقا خیلی با سیاسته. هر سوالی دوست داری میتونی بپرسی ازش. خب سردار، دستور چیه؟ هرچی آقا بگه. حریم هوایی چجوری پس بگیریم سردار؟ هرچی آقا بگه. احسن، مشخصه که خیلی تو کارش مهارت داره. پس چی خیال کردی؟ خب بس دیگه، سوالاتتون رو پرسیدی. حالا برید بذارید بنده و مشاور در خلوت تصمیمات لازم رو اتخاذ کنیم. عراقی تو هم برو یه سری به چین و روسیه بزن ببین میتونی کمکی چیزی بگیری؟ باشه، فقط یه 3-4 روز طول میکشه. 3-4 روز؟ مگه با هواپیما نمیری؟ نه عظما، راه هوایی بسته است، زمینی باید برم. خب خدا رو شکر راه زمینی بازه. اینم خودش یک پیروزیه. میگم کاظم، من کی میتونم برم خونه؟ پوسیدم اینجا. شبهای محرمه. بنده باید در آنجا عزاداری کنم. خونه چیه؟ خونه کنگله. ها؟ چیه؟ خونمونه سرش گرده. الان سرتو بیاری بالا میزنن. از اینجا نباید تکون بخوری. تا کی اینجا بمونم؟ دارم دیوونه میشم. دلم برای بیتم تنگ شده. بیت هیچ خبر نیست آقا. همینجا باش سلامتی همه چی هست و تیاقت برو. زن بچه دور بر زن و آب و غذا هم هست و دیگه چی میخوای؟ یه آفتاب نداری اونم با ویتامین دی حل میشه. سردار توسی هم که هست پشتت گرم سلامتی ها. تیکه میندازی کاظم؟ نه تیکه چیه، خدا وکیلی منظور نداشتم. خب باشه. زودتر برید مزاحم نشید. کلی کار دارم. عباس به جان بچم دیده با هم راه داره. چی میگی کاظم؟ امکان نداره، این خیلی پیره. دود از کنده بلند میشه عباس. کیا که گیم میزنه دیدیه. مولی رو زنده میکنه. تو هنوز اینجای محسن؟ به چی گفتم؟ این دیگه عقلش از دست داد. اسرائیل اینو برای چی بزنه؟ حالا فهمیدی مسئولیت چیه سردار توسی؟ بله فهمیدم.
عزمو جان خانم خجسته نیاد تو شر بشه. نه بابا، اون قرصاشو خورده مثل خرس خوابیده. راحت باش. وای یا چرا دست از این کارات بر نمیداری؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ این همه قرص خوردی بازم مثل خفاش بیداری؟ آبرو نذاشتی برامون. اشتباه برداشت میکنه خانم. توسی مدرک دکترای طب اسلامی داره، در حال معاینه بنده هست. دیروز کردی سردار، امروز شد دکتر، لابد فردا هم میشه فضاپیما. دیگه نمیتونم تحملت کنم. نه بذار توضیح بدم. آو. نمیدونم دیگه چی کار کنم باهات. آدم بشو نیستی، نابودمون کردی. آروم باشید. این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکردیم، اما داریم میریم. من نمیدونم چرا وقتی که اومدیم همه شما از این رو شدین این رو. وقتی خر بزرگتر ور میداره کلش رنگ میکنه شلوارک میپوشه اون حیوانو میکنه انجام میده. کاش بخش مستقیمی از دنیا میدادن ببینیم انتقام سخت در چه حاله. شنیده بودم هرچی طلب کنی فراهم میشه. ما فقط اومدیم یه دوری بزنیم تا مراحل تناسخ کامل بشه. الان برمیگردیم به زمین. به